من به این آقایانی که تو این شبکه ها نشسته‌اند یک جمله‌ای میگم، بینندگان عزیز ما هم داشته باشن این جمله من رو. 4 تا عضو میخوام سگ‌های دست آموز عربستان سعودی تو این شبکه های وهابی مثل کلمه و غیره، اینها مزدور هستن. اگر چنانچه واقعا جلوی اینها باید گرفته بشه و من واقعا برای اینها اعلام خطر میکنم. آقای هاشمی، آقای خدمتی، آقای ترشابی، آقای فلان، آقای فلان، یه روزی خواهد رسید همین آمریکا شماها را کف بسته دست بسته تحویل ایران بده ها. اگر یه روزی منفعتش اقتضا کنه، اون وقت محاکمه شما در رسانه های ملی صفا داره. یعنی اونجا دیگه عشق برای شما عرض کنم اینو داشته باشید. شما اگر یک روز اینها به اینجا برسن، براشون مهم نیست اینها، چون اونا خیلی زیاد پایبنده. منافعشون برای شما. بله، منافعشون براشون مهمه. حداقل به فکر خودتون باشید از الان. آقای هاشمی، آقای خدمتی، آقای ترشابی، خوب اگر شما مرد بودید، به قول توان داشتید در خود ایران میموند همینجا مبارزه. شما ببینید فیدل کاسترو مبارزه کرد ولی در داخل کشورش مبارزه کرد. برای شما عرض کنم خود امام رضوان الله علیه در داخل کشور آمد مبارزش شروع کرد، نرفت وطن فروشی کنه بره توی کشور دیگه. از اونجا ایشون از داخل کشورش آمد برای شما عرض کنم انقلاب رو و مبارزه رو. مثل شما وطن فروشی نکرد و به قول خودتون جزء صادرات غیر نفتی بره اونجا با پول عربستان سعودی و تحریکات به قول صهیونیسم بیاد شروع کنه.